تحليق الطيران الحربي وعدة غارات على بلدة دخانية في الغوطة الشرقية. لگوری روانگاه سوریه یا مافی مروان که رژیم سوریه هول داده که باجارک دخانیه و تخاجو بر لشام پایتخت کنترل بکه. لی هزین ارتش آزاد کارین وان هولدانا تک بدن. هر وها دسته گشتی شورش راگهاند که شرک تند دنافبرا هزین ارتش آزاد و لشکرین رژیم سوریه لتخاتشرین و قابون و بازار خیاطین و بعث درکت و دهمان دمده رژیم باجاروکی عین ترما بمب باران کرد. الله أكبر. لپارزگاه حما بالافرن رژیمه دورا الزوار و باجاروکی اللطامه و کفرزیتا به برمیلن تقینار بمب باران کرد و تانها تو زانیاری لسر هجمار بریندار و کشتیا تونیه. لپارزگاه درعا هیزن رژیم سوریه باجاروکی قصف الحریر تو باران کرد. هر وها چکدارن لیواء مقاتلین خالا پشکنین المسره و لیواء 12 و فوجا 175 لدورا ازرع بموشک و هاونا بمب باران کرد. جالی کدن و روانگه دیار کرد که 2 بالافرن رژیم سوریه 6 سویل که 10 جوان زاروکن لدوره که دبن کنترول چکدارن رخصنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش کشتنه. که 41 سویل روژا شمیابوری لپارزگاه رقای کشتنه و 19 سویل لپارزگاه درزوری جی کشتنه. هر لگو روانگه که دوان سه مهبوری ده رژیم اسد چند ایریش لدورین که رخصنا داعش تیده دمینه کرن که انجام ده بدهان هاتنه کشتن. جبو برنامه آرد حلب چه سعدون.